سلام، کیان انواری هستم. امروز قصد دارم تا مقاله‌ای رو با عنوان اولترا فست بلوم فیلترز یوزینگ SIMD تکنیکس رو خدمتتون ارائه بکنم. در داخل این ارائه بعد از قسمت مقدمه قصد دارم تا بلوم فیلترهای استاندارد رو خدمتتون معرفی بکنم، بگم که اصلا بلوم فیلتر چیا هستند، ما چه زمانی نیاز داریم که ازشون استفاده بکنیم و اونها به چه شکلی ممکنه که نیازهای ما رو برطرف بکنن. بعد از اینکه نسخه استانداردش رو با هم دیگه مروری داریم، میخوام دو تا ساختار خیلی مهم و خیلی سریعی که داخل این مقاله بهش اشاره شده و معرفی شده رو خدمتتون معرفی بکنم و بگم که اصلا اینها چطور ممکنه که همون کارهایی رو با سرعت خیلی سریعتر برامون انجام بدن. نتایجشون رو با هم دیگه بررسی میکنیم و اطلاعات مقاله رو خدمتتون معرفی میکنم. خب به دلیل افزایش سریع سرعت انتقالات در بستر شبکه ما نیاز داریم تا عملگرهای شبکه‌مون در روترها و سویچ‌ها همگام با سرعت شبکه انجام بشن. یعنی چی؟ یعنی ما دوست نداریم که یه باتلنک پردازشی داخل روترها داشته باشیم و یک زمان خیلی زیادی رو برای پردازش پکت‌ها و حالا موارد دیگه داخل روترها داشته باشیم. نیاز داریم که این کارایی‌ها با سرعت خیلی زیادی انجام بشه و ما جلوی اون سرعت زیاد انتقال اطلاعات رو در شبکه نگیریم و اون گلوگاه رو ایجاد نکنیم. خب بلوم فیلترها در شبکه کاربردهای خیلی زیادی دارن که میتونم به مواردی زیر اشاره بکنم. membership check, routing table lookup, packet classification, network measurement, web caching و fast hash table lookup میتونن موارد خوبی باشن که من دوست دارم بهشون اشاره بکنم اینجا. خب داخل این قسمت من دوست دارم که بلوم فیلترهای استاندارد رو خدمتتون ارائه بکنم و ببینیم که اصلا بلوم فیلترها چیا هستند و چه زمانی ما ازشون میتونیم استفاده بکنیم. خب شما یک لیست خیلی بزرگی از آیتم ها رو در نظر بگیرید که این لیست در داخل مموری جا نمیشه و حجمش خیلی بزرگتر از اون رم مموری حافظمون هستش و شما در نظر داشته باشید که یک آیتم یا المان سمتمون میاد و ما دوست داریم ببینیم که آیا این آیتم داخل اون ست بزرگمون هست یا نه. به طور مثال حالا من میتونم به تسک اسپم دیتکشن اشاره بکنم. شما یک لیست خیلی بزرگی از ایمیل های غیر مجاز رو در نظر بگیرید و اینکه یک ایمیل داره سمت من میاد و من میخوام در لحظه تصمیم بگیرم که آیا این ایمیل اسپم هست یا نه. من باید این ایمیل رو جستجو کنم و ببینم که آیا این ایمیل داخل اون لیست خیلی بزرگی من هست یا نه. خب اول از همه که اون لیست خیلی بزرگه، داخل مموری جا نمیشه که من بخوام این کار رو خیلی سریع انجام بدم. دوما که من برای انجام این کار باید این ایمیل رو جفت به جفت بررسی کنم و ببینم که آیا مساوی هر کدوم از اون آیتم‌ها داخل اون لیست بزرگ هست یا نه. خب این یک مسئله حالا بیگ دیتایی هست. بیگ دیتا کلا مسائل بیگ دیتا معروف هستند که اون دیتایی که ما میخوایم روش پردازش انجام بدیم اصلا داخل مموری جا نمیشه و ما نیاز داریم که یک سری رویکردهای غیر از رویکردهای معمول براشون داشته باشیم برای اینکه کارمون رو انجام بدیم. خب بلوم فیلترها چی هستن؟ بلوم فیلتر تشکیل شده از یک آرایه بیتی خیلی بزرگ که حالا اینجا قسمتیش رو مشاهده میکنید. این داخل این مثال 15 بیت هست ولی خب خیلی بزرگتر از این ممکنه باشه آرای بیتیمون و استفاده میکنیم از تا 8 فانکشن مختلف یا تابع هش مختلف که اینجا دوباره داخل این مثال ما 3 تا 8 فانکشن استفاده کردیم. اول از همه برای استفاده از این آرای بیتی ما نیاز داریم که دونه دونه اون آیتم های داخل لیست بزرگمون رو داخل این آرای بیتی اضافه بکنیم. حالا به چه شکل کار انجام میدیم؟ ما از چند تا 8 فانکشن مختلف استفاده میکنیم. هر چقدر که این 8 فانکشنامون زیادتر باشن به نفعمونه که حالا بهش اشاره میکنم که چرا این اتفاق میفته و همچنین هر چقدر که این آرایه بیتیمون بزرگتر باشم به نفعمون هستش. خب شما فرض کنید که آیتم X در داخل اون لیست بزرگ اومده سمت ما و میخوایم که این آیتم X رو اد بکنیم به این آرای بیتیمون.
ما این آیتم x رو از دونه دونه های این 8 فانکشنمون عبور میدیم. به طور مثال این خط رو که میبینید حالا ایندکس مربوط به جواب 8 فانکشن اولیمون هست. این آیتم رو دونه دونه وارد اون 8 فانکشن ها میکنیم و 8 فانکشنمون یک ایندکس از این آرای بیتی رو به ما برمیگردونه. 8 فانکشن اولیمون این ایندکس رو برگردونده، 8 فانکشن دومیمون این ایندکس و 8 فانکشن سومیمون هم این ایندکس. ایندکس هایی که برگردانده میشن و ما مقدارش رو داخل اون آرای بیتی به مقدار 1 تغییر میدیم، همینطور که میبینید 1 1 1. همچنین دوباره آیتم y اومد، آیتم z اومد، همین کار رو روی آیتم های دیگه انجام میدیم و مقدار متناظرش رو داخل اون آرای بیتی مون 1 تغییر میدیم. خب واضحه که هر چقدر که من این آیتم ها بیشتر باشه، خب مقدار 1 داخل این آرای بیتی مون بیشتر میشه. خب حالا شما فکر کنید که فرض کنید که من همه آیتم های موجود داخل لیستم رو اضافه کردم به این آیتم، به این آرای بیتی بزرگم. خب از این به بعد ما دیگه به اون لیست خیلی بزرگ نیاز نداریم و هر کاری که از این به بعد داریم با این آرای بیتی خیلی بزرگمون هست که حالا این آرای بیتی احتمالا اینکه داخل مموری جا بشه خب خیلی مشخصه که بیشتره، چون که هر کدوم از ایندکساش 1 بیته و اون المان ممکنه که حجم بیشتری از 1 بیت داشته باشه. من دارم اون المان حالا حجم در داخل اون لیست حجم رو انکد میکنم و رمزگذاری میکنم داخل یک آرای بیتی خیلی کم حجم. خب بعد از اینکه من المان ها رو اد کردم، یک ایمیل یا یک المان جدید به سمت من میاد و من دوست دارم ببینم که آیا این آیتم داخل اون لیست بوده یا نه. خب چی کار میکنم؟ من اون آیتم جدید رو دوباره از این 8 فانکشنایی که داشتم عبور میدم، بررسی میکنم که ببینم که آیا این جواب 8 فانکشنم برای این آیتم جدید مقادیر متناظرش آیا 1 هست یا نه. الان مثلا شما فکر کنید که اینا رو من اد کردم و دوباره حالا x که داخل اون لیست بوده به سمت من میاد. من اون x که حالا آیتم جدیدم هست که داره به سمت من میاد و میخوام چک بکنم که آیا بوده یا نه داخل اون لیست، دوباره از این 8 فانکشنم عبور میدم. 8 فانکشن اول میگه این، 8 فانکشن دوم میگه این و 8 فانکشن سوم میگه این. همونطور که میبینید همه اون آیتم ها، همه اون ایندکس ها مقادیرشون 1 بودن. پس من میگم چی؟ میگم این x داخل اون لیستم بودش و حالا چک میشه. همینطور y دوباره همین شکل پیش میره. حالا شما فکر کنید مثلا یه آیتم مثلا w اومده سمت من، w رو از این 8 فانکشن عبور میدم، مثلا میگه این ایندکس، این ایندکس و این ایندکس. فقط کافیه یک ایندکس به مقدار 0 اشاره بکنه. وقتی یه دونه 8 فانکشن جوابش به 0 میرسه یعنی چی؟ یعنی اون آیتم به هیچ وجه ممکن نیستش که داخل اون لیست بزرگ من بوده باشه. چرا؟ چون اگه داخل اون لیست من بود حتما این ایندکس 1 میشد، چون از این 8 فانکشن عبور میکرد و اینو 1 میکرد. وقتی من برای چک کردن یک مورد جدید و عبور از 8 فانکشن به یک مقدار 0 میرسم، یعنی این آیتم به هیچ وجه ممکن نیست که داخل اون لیستم بوده باشه و من اونو مقدار حالا منفی بهش برمیگردم و میگم این نیست. خب به همین شکل ما فالس نگاتیو نمیتونیم داشته باشیم در داخل این روش. چرا؟ چون من هر کدوم رو که نگاتیو یا منفی اعلام میکنم حتما منفی بوده و هیچ احتمالی نداره که مثلا بوده باشه در داخل لیست و من گفته باشم که نبوده، چون حتما اون مقادیر به 1 تغییر میکنن اگه این آیتم در داخل اون لیست بود. حالا شما فرض کنید که یک آیتم داره سمت من میاد و در داخل اون لیست بزرگی هم نبوده. خب ولی این سری احتمال داره که مثلا، یعنی من دارم اون آیتم جدید رو چک میکنم، مثلا به 3 تا 1 میرسم. خب اینو باز من اعلام میکنم که هست، چون همه مقادیرم 1 بوده، ولی احتمال داره که این آیتم واقعا در داخل اون لیست نبوده باشه. چرا؟ چون ممکنه که این آرای بیتیم کوچیک باشه یا تعداد 8 فانکشن هم کم باشه و تداخلی به وجود اومده باشه. همونطور که میبینید روی این ایندکس هم این z و هم x دارن بهش اشاره میکنن و ما اینجا تداخل داریم.
ممکنه که یک آیتم دیگه برای من بیاد خب و این آیتم داخل اون لیست نبوده باشه و یکی از این 8 فانکشن ها دوباره به این ایندکس اشاره بکنن و من بر همین هست مثلا بگم که خب این یکه و این آیتم جدید در داخل لیست من بوده. خب من برای اینکه این مشکل برطرف بکنم به این مورد میگیم فالس پازیتیو، یعنی من اینو دارم پازیتیو اعلام میکنم ولی خب فالس بوده، اشتباه دارم اینو مثبت اعلام میکنم. برای رفع این مورد من اول از همه این آرای بیتیمو خیلی بزرگتر در نظر میگیرم که احتمال تداخل برای من کمتر میکنه و از 8 فانکشن‌های بیشتری استفاده میکنم. مثلا اگه من 5 تا 8 فانکشن داشته باشم خیلی احتمالش کم میشه که 5 تا از اون 8 فانکشن‌های مختلف برای من تداخل به وجود بیارن و به اشتباه به ایندکس هایی که مثلا مربوط به یه المان دیگه هست اشاره بکنم. پس میتونیم آرای بیتیمون رو طولانی تر بکنیم و 8 فانکشن همون رو تعدادش رو بیشتر بکنیم. خب این فرمول فالس پازیتیو هستش که من مشاهده میکنید. فالس نگاتیو یا همونطوری که گفتم صفر بود. فالس پازیتیو به همین شکل هست. حالا m تعداد بیت های داخل این آرای همون هست که 15 بیت، اینجا m میشه 15. n تعداد المان های موجود در داخل ست بزرگمه و k تعداد 8 فانکشن. حالا شما فکر کنید که ما n و m رو نمیتونیم تغییر بدیم، یعنی آرای بیتیمون ثابت هست، n مون هم که اون تعداد المان ها داخل اون آرای بزرگمون هست یا اون لیست بزرگمون هست اون هم ثابته. میخوایم بدونیم که کی خوبمون و حالا بهینه ترین مقدار کی و 8 فانکشنمون چه مقدار ممکنه باشه، چون ما میتونیم مثلا از 8 فانکشن مختلفی استفاده کنیم و تعدادش متفاوت باشه. به همین شکل حالا از این فرمول ما نسبت به کی مشتق میگیریم و حالا مقدارش رو صفر قرار میدیم تا ببینیم که بهترین مقدار کیمون چی هست. همونطور که میدونید از این فرمول استفاده میتونیم بکنیم و مقدار کی بهینمون رو به دست بیاریم. m رو وارد میکنیم، n رو وارد میکنیم، ضرب در ln2 میکنیم و تعداد 8 فانکشن های بهینمون رو میگیریم و از همون تعداد 8 فانکشن ها استفاده میکنیم برای حالا انکد کردن المان ها. خب فکر کنم که به مقدار مناسبی توضیح دادم قسمت بلوم فیلتر استاندارد رو. حالا چالش های موجود در بلوم فیلتر استاندارد چیا هست؟ اینه که ما نیاز داریم که کا تا 8 فانکشن رو به شکل مستقل محاسبه بکنیم و این محاسبه به شکل سیکوئنشال یا موازی صورت نمیگیره و اول باید 8 فانکشن اول محاسبه بشه، بعد دوم، بعد سوم و به این شکل. همونطور که میدونید حالا محاسبه 1 تا به 8 MD5 نیاز داریم که 23 تا کلاک سایکل استفاده کنیم تا اون تابع 8 محاسبه بشه. همونطور که میدونید خیلی کلاک سایکل زیادی هست و زمان محاسباتیمون زیاد هست. به چه نسبت زیاده؟ به این نسبت که ما پردازش یک پکت در 40G پورتمون فقط 75 کلاک سایکل طول باید بکشه و ما یه دونه 8 فانکشنمون فقط 23 تا کلاک سایکل نیاز داره. و حالا شما فرض کنید که ما 5 تا 8 فانکشن میخوایم محاسبه کنیم به شکل سیکوئنشال، این 23 ضرب در 5 میشه و این زمان خیلی زیادیه برای ما و دوست نداریم که این پردازش باعث ایجاد گلوگاه بشه. خب اثبات شده که در بدترین حالت بار نیاز داریم که به حافظه بریم تا اون آرای بیتی رو بگیریم و دوباره داخل کشمون بیاریم. چرا؟ چون از هیچ مکانیزم مناسبی برای کنترل کش در داخل بلوم فیلتر استاندارد استفاده نشده و ما ممکنه که وقتی این آرای بیتیمون خیلی طولانی باشه فقط یک مقداریش رو بیاریم داخل کش و بقیه‌اش رو در داخل مموری باقی بمونه و همونطور که ما یه المان رو در داخل کل این آرای بیتی داریم انکد میکنیم و هیچ قسمت مشخصی از این آرای بیتی انکد نمیشه، نیاز داریم که حالا نمیدونیم که دقیقاً این آیتم کجا هست و در بدترین حالت ممکنه که ما بار نیاز داشته باشیم که مراجعه بکنیم به حافظه اصلی و این خب خیلی کند میکنه فرآیند
ممبرشیپ چک رو. خب حالا فیلتر بلوم فیلتر فوق سری که در داخل این مقاله اشاره شده رو میخوام خدمتتون معرفی کنم و بگم که ساختارش به چه شکل هست و چه تفاوت‌هایی با SPF داره. همونطور که قبلا مشاهده کردین، بلوم فیلترها نیاز دارن که آیتم ها رو در داخل یک آرای بیتی خیلی بزرگ انکد بکنن. خب حالا تفاوت این UFBF با SPF چی هست؟ ما در داخل بلوم فیلتر استاندارد یک آرای بیتی خیلی بزرگ داشتیم که اصلا نمیدونستیم که اون المانمون داره کجا انکد میشه. هر جای اون آرای بزرگ ممکن بود که بره و انکد بشه، ولی ساختار UFBF به این شکل هست که ما اون آرای بیتی بزرگمون رو به آر تا بلاک تقسیم میکنیم. همونطور که میبینید بلاک 1، بلاک 2 تا بلاک آر. هر کدوم از این بلاک ها بی بیت هستن، یعنی کل این آرای دوباره همون میشه ام بیت که آر ضرب در بی بیت هستش. آر تعداد بلاک ها، بی تعداد بیت داخل هر بلاک. حالا ما میایم هر بلاک رو هم به چند تا ورد یا کلمه تقسیم میکنیم، به کاتا ورد، که دوباره اینجا هر کدوم از این وردها W تا بیت دارن که حالا دوباره تعداد بیت های کل این بلاک که همون بی بود مساوی است با کا در W. کا تعداد وردها، W بیتی که هر کدوم از این وردها دارن اشغال میکنه. پس حالا ساختار UFBF به این شکل تغییر پیدا میکنه که ما اون آرای بیت بزرگمون رو به چند تا بلاک تقسیم میکنیم. خب حالا شیوه اضافه کردن اون المان، گفتیم که قراره که هر کدوم از اون المان ها در داخل اون لیست بزرگ رو ما بیایم انکد بکنیم برای مرحله بعد که میخوایم حالا ممبرشیپ چک رو انجام بدیم. اول از همه ما با استفاده از یه هش فانکشن H0 که حالا این هش فانکشن رو در اون روش قبلی نداشتیم، توی این ساختار جدید فقط اضافه شده که میخوام خدمتتون ارائه بکنم که به چه شکل المان اضافه میشه در داخل اون آرای بیتی بزرگ. به این شکل عمل میکنه که اول از همه ما اون المان رو از H0 عبور میدیم. این H0 وظیفه داره که این بلاک رو، هر کدوم از این بلاک ها رو مشخص کنه که بگه که مثلا این المان فقط توی بلاک 2 قراره انکد بشه. بلاکی که قراره که اون المان در داخلش انکد بشه رو به من میده. مثلا میگه این المان توی بلاک مثلا 3 قراره انکد بشه. پس ما میدونیم که یک المان قراره که دقیقاً بره در داخل کدوم بلاک. ما در روش قبلی نمیدونستیم که در کجای اون آرای بزرگ انکد بشه المانمون، ولی الان ما میدونیم که اون المان در داخل کدوم یکی از اون بلاک های آرای بیتیمون قراره انکد بشه و دقیقاً جاش رو میدونیم. از این H0 استفاده میکنیم که حالا المانمون رو ببریم داخل یک بلاک. گفتیم که در داخل یک بلاک چند تا ورد، کاتا ورد داریم. برای هر کدوم از اون وردها ما یه دونه هش فانکشن مختلف داریم که حالا ما اینجا کاتا ورد داریم، کاتا هم هش فانکشن داریم. هر کدوم از این هش فانکشن ها وظیفه این رو داره که بگه مثلا توی ورد 1 من کدوم ایندکس رو باید به 1 تغییر بدم. همون کاری که حالا توی روش قبلی میکردیم، گفتیم که هر کدوم از المان ها قرار از این هش فانکشن عبور کنه و اون ایندکس جواب رو ما به 1 تغییر بدیم. حالا ما H1 H2 تا HK میایم یک ایندکس در هر کدوم از اون ورد ها رو به 1 تغییر میدیم. به این شکل ما میایم یک المان رو انکد میکنیم در داخل آرای بیتی بزرگمون. اول بلاک رو انتخاب میکنیم و بعدش توی هر کدوم از وردها یه دونه هش فانکشن متناظر با اون ورد رو داریم و هر کدوم از اون هش فانکشن ها وظیفه اینو داره که به من بگه که کدوم یک از ایندکس های اون ورد رو باید 1 بکنم تا این المان انکد بشه در داخل این آرای بیتی بزرگ. خب حالا نوآوری های این روش چیه؟ من دارم از ساختار بلاک کلمه استفاده میکنم. یه نوآوری دیگه که داریم اینه که من میام همه این هش فانکشن ها رو به شکل موازی با استفاده از تکنیک SIMD محاسبه میکنم. به این شکل ما
پیچیدگی محاسباتیمون از OK به O1 تغییر پیدا میکنه. ما توی روش استاندارد میومدیم کا تا 8 فانکشن رو به شکل سیکوئنشال حساب میکردیم، ولی الان ما توی یک مرحله و به شکل موازی با روش SIMD میایم همه اون 8 فانکشن ها رو در یک زمان محاسبه میکنیم که خب این خیلی به نفعمون هستش و حالا همونطوری گفتم مثلا MD5 23 تا کلاک سایکل نیاز داره، ما میتونیم 5 تا MD5 و 10 تا MD5 رو در همون 23 تا کلاک سایکل محاسبه کنیم به جای 23 در 10 کلاک سایکل به شکل سیکوئنشال. میتونیم همه رو در یک مرحله به شکل موازی محاسبه کنیم. حالا این تعداد محاسبه به شکل موازی در داخل SIMD حالا نسبت به اون معماری CPU که ما داریم ممکنه که محدود بشه، مثلا 5 تا 10 تا 20 تا. اگه مثلا محدود شده باشه روی 10 تا، ما فقط 10 تا 8 فانکشن رو میتونیم به شکل موازی محاسبه کنیم. اگه توی بعضی از مسائل نیاز داشته باشیم که 20 تا 8 فانکشن نیاز داشته باشیم محاسبه بکنیم، یه مقدار کارمون سخت‌تر میشه که این رو من در قسمت بعدی که همون UFBF های حالا عمومی تر هستند معرفی میکنم که چجور میتونیم تعداد 8 فانکشن های بیشتر از محدودیت CPU مون در یک لحظه به شکل موازی محاسبه کنیم. خب در داخل این روش ما به شکل موازی گفتم 8 فانکشن ها رو حساب میکنیم. این رویکرد بلاک کلمه یا بلاک ورد یک مکانیزمی برای مدیریت کش داشت. همونطور که گفتم ما میایم المانمون رو در داخل یک بلاکی که میدونیم کدوم بلاک هست انکد میکنیم و ما میتونیم اون بلاک رو بیاریم و در داخل کش داشته باشیم و در داخل کش محاسبات چکمون رو سریعتر انجام بدیم. همونطور که گفتم ما الان اینجا میدونیم در داخل کدوم بلاک میخوایم انکد بکنیم اون المانمون رو، ولی در روش قبلی نمیدونستیم و نیاز بودش که در بدترین حالت کابار به حافظه رممون مراجعه بکنیم. در داخل این مقاله اثبات کرده که ما فقط در بدترین حالت یک بار نیاز داره که به حافظه مراجعه کنیم و اون بلاک متناظر رو بیاریم در داخل کش و اینم خب خیلی نوآوری خوبی هستش و کارمون رو خیلی سریعتر میکنه. خب در داخل این جدول مشاهده میکنید که وقتی لود فاکتورمون کم هست، لود فاکتور یعنی چی؟ یعنی n تقسیم بر m. n اون طول اون آرایه لیست بزرگمه و m هم اون طول آرایه m تیم هستش. همونطور که میبینید توی لود فاکتور کم من فالس پازیتیو ریت هم بیشتر از حالت استاندارده و حالا نرخش رو میبینید 2.98 FAU منهای FS تقسیم بر FS. FAU فالس پازیتیو روش UFBF همه و FS فالس پازیتیو ریت حالا روش استاندارد همه که همونطور که میبینید مقدار بیشتر از 0 هست و هر چقدر یعنی داره بدتر عمل میکنه اون روش سریعمون و فالس پازیتیو بیشتری داره. همونطور که میبینید 1.39 ای به توان منفی 4 3.49 ای به توان منفی 5 و خب این مقدار بیشتر از این است. هر چقدر که ما لود فاکتورمون بیشتر میشه و نسبت n به m مون بیشتر میشه فالس پازیتیو ریت روش سریعمون به شدت داره نزدیک میشه به فالس پازیتیو روش استانداردمون. یعنی ما روی لود فاکتور بالاتر که حالا به همین شکل هم هست، ما معمولا لود فاکتورمون بالا، با استفاده از این روش اولا که فالس پازیتیومون تغییری نکرده و همون به شکل قبل هست، دوما این که ما داریم سرعت خیلی بیشتری داریم از روش اولمون. یعنی ما تو لود فاکتور بالاتر همون فالس پازیتیو ریتو داریم ولی کارایمون به شدت خیلی زیادی داره سریعتر عمل میکنه. خب این نشون دهنده اینه که این روش داره برای ما بهتر عمل میکنه از روش قبلی. خب همونطور که گفتم در داخل UFBF ها ما یه محدودیتی داشتیم که همون محاسبه تعداد محدودی 8 فانکشن هست که حالا این روش SIMD نسبت به اون معماری پردازشگر یا همون CPU ممکنه که ما رو محدود بکنه، مثلا بگه که تو
P تا H فانکشن میتونی استفاده بکنی و موازی من برات این مقادیر رو محاسبه بکنم. وقتی ما نیاز داشته باشیم بیشتر از این P تا H فانکشن محاسبه بکنیم دیگه از روش قبل نمیتونیم استفاده کنیم، نیاز داریم که از روش CUFBF استفاده بکنیم. روش CUFBF میگه اگه تو نیاز داری بیشتر از P تا H فانکشنی که حالا من محدود کردم به همون P تا در لحظه محاسبه بکنی و به شکل موازی اون رو محاسبه بکنی، تو بیا C تا بلاک انتخاب کن و این هش فانکشن ها رو روشون اعمال بکن. حالا ما توی همون روش قبلی گفتیم که یک المان ممکنه به یک بلاک نسبت داده بشه، ولی توی این روش داریم ما میگیم که C تا بلاک انتخاب کن و تعداد هش فانکشن ها هم قطعا بیشتر میشه دیگه، چون مثلا ما روی مثلا روش قبلی یه بلاک انتخاب میکردیم و یه بلاک از 10 تا ورد تشکیل میشد، ما یه دونه هش فانکشن برای انتخاب بلاک و 10 تا هش فانکشن برای حالا روشن کردن یک اینتکس در اون ورد متناظر اون هش فانکشن نیاز داشتیم که حالا مجموعا میشه 11 تا هش فانکشن. ولی الان اگه مثلا من 2 تا بلاک انتخاب کنم، خب این هش فانکشن همون 2 برابر میشه و 2 ضرب در 11 میشه و 22. میگه چی؟ میگه تو 30 تا بلاک انتخاب کن و بلاک ها رو به شکل سیکوئنشال محاسبه بکن، یعنی بلاک اول رو به شکل موازی محاسبه بکن توی اون محدودیتی که داشتی. حالا مثلا تو محدودیت مثلا 11 تا هش فانکشن بود، میگه آقا بلاک اول که 11 تا هش فانکشن من نیاز دارم، اون 11 تای اول رو من موازی انجام میدم. وقتی موازی انجام شد، کارش تموم شد، من میرم 11 تای بعدی رو به شکل موازی انجام میدم. خب اینجا ما بازم داره عملیاتمون به شکل موازی انجام میشه، ولی خب یه سری بودن رو داریم روی این بلاک های مختلف حالا مشاهده میکنیم که خب به شکلی واضح هستش که پیچیدگی محاسباتیمون از OS میشه، یعنی از O1 دیگه نیست. ولی از اون طرف ما از هش فانکشن های بیشتری داریم استفاده میکنیم و این به ما این امکانو میده که فالس پوزیتیو ریتمون نسبت به روش قبلی خب کاهش پیدا بکنه بازم، چون تعداد هش فانکشن هامون بیشتر از روش قبلی میتونه باشه. همونطور که من در روش استاندارد بلوم فیلتر اشاره کردم، هر چقدر هش فانکشن همون بیشتر باشه فالس پوزیتیو ریتمون کمتر میشه. خب حالا این متخصص شبکه هستش که باید بیاد نسبت به اون نیازهای ما و اون توان پردازشی CPU روتر یا سویچمون هستش که باید بیاد سی رو برای ما تعریف بکنه که مثلا بگه سیمون 2 باید باشه، 3 باید باشه یا همون 1 باشه، اصلا مثلا از روش قبلی استفاده بکنم. انتخاب سی همونطور که گفتم هر چقدر سی بیشتر باشه فالس پوزیتیو ریتمون کمتر میشه، ولی پیچیدگی محاسباتیمون بیشتر میشه. یه ترید آفی هستش که ما سی رو باید مشخص بکنیم که حتما باید متخصص شبکه این سی رو برای ما مشخص بکنه و پیشنهاد بده که این همچنان ما اون مشکل گلوگاه رو نداشته باشیم، ولی فالس پوزیتیو ریتمون هم به مقدار مناسبی کاهش پیدا بکنه. خب نتایج این روش هم همونطور که میبینید وقتی سی 4 میشه، یعنی سیمون بیشتره، ما تعداد هش فانکشن های بیشتری استفاده میکنیم و همونطور که میبینید به شدت فالس پوزیتیو ریتمون کمتر از روش قبلی که C2 و C1 هست و حتی اون استاندارد بلوم فیلترمون هست، فالس پوزیتیومون کمتر میشه. خب این واضحه چون که ما از هش فانکشن های بیشتری داریم استفاده میکنیم. خب در قسمت نتایج من چند تا نمودار براتون آوردم، نموداری که داخل مقاله بود رو اینجا چند تاشو با هم دیگه مشاهده میکنیم. کا تعداد هش فانکشن همون بود. وقتی 8 تا هش فانکشن داشته باشیم UFBF و رنگ بنفش همونطور که مشاهده میکنید توی هش فانکشن بالاتر هم ما سرعت بیشتری از روش‌های دیگه، حالا ما اینجا SPF یا همون استاندارد بلوم فیلتر رو مشاهده میکنیم. این دوتا OHBF و OMBF توسط مقاله‌های دیگه معرفی شدن که حالا ما اینجا بهشون اشاره نمی کنیم، ولی UFBF رو اگه بخوایم به SPF مقایسه بکنیم، استاندارد بلوم فیلتر اولترا فست بلوم فیلتری که در داخل این ارائه خدمتتون ارائه کردم، همونطور که میبینید
تعداد هش فانکشنمون وقتی زیاد میشه در داخل استاندارد بلوم فیلتر ما میمدیم این کار رو محاسبه هش فانکشن ها رو به شکل سیکوئنشال و سری انجام میدادیم. همونطور که میبینید هر چقدر هش فانکشن همون بیشتر میشه سرعت انجام کارمون هم کم میشه، به این علت که ما اول باید هش فانکشن اولمون رو محاسبه کنیم، بعد هش فانکشن دوممون، بعد هش فانکشن سوممون و خب این عملیات سری ممکنه که زمان رو برامون دیر کنه و سرعتش کم بشه. همونطور که میبینید UFBF تغییر سرعتی نداشته با تعداد هش فانکشن مختلف. چرا؟ چون که ما گفتیم این کار رو ما میخوایم به شکل موازی انجام بدیم و خب همه این 8 تا 8 فانکشن به شکل موازی برای ما محاسبه انجام میشه. ولی اینجا مثلا CPU گفته چی؟ گفته من 8 تا 8 فانکشن رو میتونم به شکل موازی انجام بدم، یعنی روش SIMD مون فقط 8 تا 8 فانکشن رو میتونه به شکل موازی انجام بده. وقتی ما نیاز به 8 فانکشن های بیشتری از 8 تا داریم، مثلا 16 تا 24 تا 32 تا، نیاز داریم که از CUFBF استفاده بکنیم. CUFBF گفتم 30 تا بلاک استفاده میکنیم، در نظر میگیریم و پردازش های در داخل هر بلاک رو به شکل موازی و بلاک های پشت سر هم رو به شکل سری انجام میدیم. همونطور که میبینید ما وقتی تعداد هش فانکشنمون بیشتر میشه باز سرعتمون داره کمتر میشه، چون ما یک عملیات سری هم اینجا اضافه میشه بهمون، ولی همونطور که میبینید باز هم به شدت خیلی زیادی سرعتش بیشتر از روش استاندارد هست. تقریبا وقتی تعداد هش فانکشن 32 تا استفاده میکنیم دیگه تقریبا SBF مون سرعتش نزدیک به 0 میشه، چون که باید 32 تا هش فانکشن مختلف رو به شکل سری برای حالا محاسبه یه پردازش یک پکت فقط داره محاسبه میکنه و خب این تقریبا فاجعه است برای اون زمانی که ما نیاز داشتیم تا همگام با سرعت شبکه پردازش رو انجام بدیم. ولی خب با استفاده از CUFBF باز هم سرعتمون بالا هستش و گفتم این متخصص شبکه است که باید C رو معرفی کنه، چون هرچی C بیشتر میشه با سرعتمون کمتر میشه. اون متخصص شبکه باید به نیاز سرعت و فالس پوزیتیو ریت این C رو تعریف بکنه. ممکنه بگی که مثلا فالس پوزیتیو ریت خیلی کم من نیاز ندارم وقتی میخوام سرعتم خیلی بالا باشه، اون موارد حالا اشتباه رو بعداً دابل چک میکنم. من نیاز دارم که سرعتم بیشتر باشه و فالس پوزیتیو ریت برام مهم نیست. در اون صورت از تعداد هش فانکشن های زیاد استفاده نمیکنه و سیمون هم زیاد نمیشه تا سرعتمون بیاد پایین. حالا گفتم یه ترید آفیه که متخصصی شبکه باید سی رو مشخص بکنه. خب خیلی ممنونم از اینکه توجه کردین به ارائه بنده. اطلاعات حالا مقاله‌ای که خدمتتون معرفی کردم به این شکل است. عنوان مقالهش Ultra Fast Bloom Filters Using SIMD Techniques بود که حالا مشخصاتش رو مشاهده میکنم. خیلی ممنونم از توجه شما.